تاجیکستان شاهد باز یک رقابت بین المللی دیگر می شود که در آن منتخب افغانستان میزبان قهرمانی آسیا منتخب قطر خواهد بود. نکته جالب این دیدار در آن است که منتخب قطر در مرحله انتخابی تاکنون شکست نخورده است و منتخب افغانستان باشد در ورزشگاه مرکزی ما هیچگاه با شکست روبرو نشده. طلسم ناشکسته ها را بازی در پیش بوده می تواند بشکند، البته اگر مساوی به انجام نرسد. و حالا باشد هر دو دسته به نوبت در میدان مرکزی جمهوریوی مشق‌های آمادگی پیش از بازی خود را دایر می کنند. منتخب فوتبال افغانستان که در گروه ای مرحله مقدماتی چمپیونات جهان قرار دارد، بازی‌های خانگیش را در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر می‌کند. امروز باشد آنها منتخب قطر را پذیرا می‌شوند و آخرین تمرین‌هایشان را در میدان مرکزی جمهوریوی دایر کردند. از هیئت دعوت نموده انوش دستگیر سرمربی منتخب افغانستان در این تمرین‌ها دو فوتبال باز امید پوپالزی و حسن امین اشتراک نداشتند و در بازی در پیش بوده هم وارد میدان رقابت نخواهند شد. این دو بازیگر به خاطر مشکلات در سلامتیشان نمیتوانند به تیم ملی کشورشان کمک نمایند. منتخب افغانستان در گروه ای در زینه سوم قرار گرفته در نخستین بازیش در مقابل منتخب قطر 6-0 شکست خورده بود و حالا تلاش میکنند نتیجه متفاوت از بازی اول را کسب کنند و در صحبت با خبرنگاران ما با اشاره به مشکل بودن دیداری در پیش بوده از انگیزه ویژه هیئت تیم ملیشان گفتند. من فکر کنم که در فوتبال همیشه چانس است و هر بار که ما در میدان میریم با فکر از این باشیم که یک نتیجه خوب بگیریم و طوری که ما بچه‌ها را اینم آماده هستن و انگیزه خاص دارن. خصوصا در تاجیکستان ما هیچ نباختیم دیگه، ان شاء الله که سبا امیر رکورد ما نگاه کنیم. شخصا هر میدان میرم آرزو دارم و انگیزه دارم که کلین شیت کنم، گل نخورم، که فردا هم هر چی آدم میگه در قطر با قطر بازی داریم، چمپیونز آسیا است، بازم ما کوشش میکنیم که کلین شیت بگیریم. سپس قهرمانان فعلی آسیا منتخب قطر وارد میدان مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه شدند. آنها که همچون کشور میزبان حق اشتراک در چمپیونات جهان را دارند، با این همه تاکنون در مرحله انتخابی شکست نخورده و در زینه اول جدول گروه ای قرار دارند. این تیم را متخصص اسپانی رهبری میکند و تا جای اطلاع یافتیم فلیکس سانچز باس بازیگران تیم ملی قطر را از زمان نورسیشان تحت مربیگری گرفته در سال 2014 آنها را چمپیونی آسیا میان فوتبال بازان تا 19 ساله نموده سال جاری باشد عنوان قهرمان آسیا را به دست آوردند. قهرمان آسیا نیز در میدان مرکزی جمهوریوی آخرین تمرین‌هایش را پیش از بازی با افغانستان انجام دادند. هیئت قطر یا می‌خواستند با هوای تاجیکستان مطابق شوند و یا از آب و هوای کشور ما خوششان آمده بود، زیرا تمرین‌هایشان بیش از حد معمول طول کشیده تا دیر وقت قهرمانان آسیا با ذوق و شوق فوتبال بازی کردند. در هر صورت بازی به گفته دو سرمربی بسیار مشکل میان منتخب‌های افغانستان و قطر ساعت 19 شام امروز در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر می شود.